در مجلسگاه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان مراسم تقدیم مکافات‌های دولتی به نمایندگان کسب و کار گوناگون از جمله اهل ضیا، خدمتچیان دولتی و کارمندان دیگر ساحه‌ها صورت گرفت. رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید ابراز نمود که اهل زحمت ولایت ختلان با روحیه بلند ایدانه تلاش دارند که دستاوردهای مهنتیشان را با سم افزون نموده کارهای سازندگی و بنیادکاری را به افتخار جشن استقلال دولتی وسعت بخشند. قید گردید که هر یک سالگرد استقلالیت دولتی همچون جشن مبارک و مقدس ملی با گسترش بیشتر خودآگاهی و خودشناسی، وحدت ملی، حس وطندوستی و وطنپرستی و افتخار وطنداری تمام افراد با آنان و ناموس تاجیکستان صاحب استقلال تکانونه روی تازه میبخشد. ضمناً سروزیر مملکت محترم قاهی رسولزاده اظهار نمود که امروز مردم خودشناس و وطندوست مملکت در اطراف پیشوای محبوب ملت بیش از پیش متحدتر شده در تحکیم استقلال دولتی و وحدت ملی سهم شایسته می‌گذارند. در مراسم تقدیم مکافات‌های دولتی با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سرفرازگردانی کارمندان ساحه علم و فرهنگ، تندرستی، استحصال مال و خدمت‌رسانی‌ها، مقامات محلی حاکمیت دولتی، دیگر خدمتچیان دولتی و صاحبکاران با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان و امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای سهم ارزنده در رشد علم و فرهنگ مملکت، حفظ سلامتی اهالی، فعالیت ثمرناک در خدمت دولتی و دستاوردهای بلند استحصالی، عده‌ای از نمایندگان کسب و کار گوناگون ولایت ختلان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مکافات دولتی مدال خدمت شایسته سرفراز گردیدند. در انجام سروزیر مملکت آنهایی را که برای فعالیت پرثمر در راه رشد و پیشرفت جامعه از جانب راهبریت دولت و حکومت با مکافات‌های عالی قدردانی گردیدند صمیمانه تبریک نموده ابراز نمود که امکانات و قابلیت ذهنی، دانش و تجربه و مهارت و ملکه و سعی و تلاش خود را برای باز هم آباد و پیشرفته گردیدن تاجیکستان صاحب استقلال روانه نمایند. همزمان رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید از نام فعالان ولایت و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان برای غمخواری و دستگیری‌های همیشگی منتداری بیان نمود.